سلام به همگی و خوش اومدید به یه داستان دیگه. داستانی که قرار مو به تنتون سیخ کنه. قصه یه اتاق مرموز. اتاقی که هر کی پاشو توش گذاشت دیگه هرگز بیرون نیومد. خب، چشماتون رو ببندید و با من بیایید. تصور کنید، یه شب تاریک و طوفانی، از اون شبایی که هیچ کس دلش نمیخواد بیرون باشه. صدای زوزه باد تو کوچه‌های خالی میپیچه و بارون محکم خودش رو به پنجره‌ها میکوبه. ساعت خیلی وقت از نصف شب گذشته. شهر کاملا تو سکوت فرو رفته. تنها صدایی که میشنوی غرش همین طوفان لعنتیه. حالا تو دل همین شهر خاموش یه هتل قدیمی و تقریباً متروکه هست. میدونید از اون هتلایی که انگار هر آجرش یه داستان ناگفته داره. یه عالمه راز رو تو خودش پنهان کرده. و خب، اصل ماجرا همینجاست. تو دل این هتل یه افسانه وجود داره. افسانه وحشتناک اتاق شماره 5. ببینید، این اتاق شماره 5 یه اتاق معمولی نیست، اصلاً و ابداً. بین کارمندای هتل بهش میگن اتاق نفرین شده. هیچ وقتم رزروش نمی‌کنن. یه قانون نانوشته و ترسناکم دارن که همه بهش پایبندن. هر کی پاشو بذاره تو اون اتاق دیگه هرگز بیرون نمیاد. تمام. اما میدونید که هر افسانه‌ای یه قهرمان یا شایدم یه قربانی لازم داره، نه؟ قصه ما هم دقیقاً با اومدن یه مهمون کنجکاو وارد یه مرحله کاملاً جدید و ترسناک میشه. خب، این شما و این شخصیت اصلی داستان ما، شاهین. یه مرد معمولی که برای یه سفر کاری پاش به این هتل باز شده. بیچاره اصلاً روحش هم خبر نداره پاشو کجا گذاشته. و اولین کاری که میکنه چیه؟ میره سراغ نگهبان شب و یه سوالی میپرسه که سرنوشتشو برای همیشه عوض میکنه. خیلی ساده میپرسه. اتاق شماره 5 کجاست؟ نگهبان یه نگاه عجیبی بهش میندازه. یه نگاهی که انگار 1000 تا حرف توشه و یه هشدار جدی بهش میده. یه جمله‌ای که شاهین باید خیلی جدی میگرفت. اگه نمیخوای گم بشی، هیچ وقت نزدیک اون اتاق نشو. ولی شاهین چیکار میکنه؟ اصلا به روی خودش هم نمیاره. با یه پوزخند جواب میده من از این جور شایعات نمیترسم. و خب با همین یه جمله مهر پایان رو پای سرنوشت خودش میزنه. خب، شب میگذره و صبح میشه. ولی به جای سر و صدای معمول یه هتل، یه سکوت سنگین و خیلی نگران کننده همه جا رو گرفته. و حقیقت ماجرا خیلی ساده و وحشتناکه. از شاهین هیچ خبری نیست. هیچ جا. انگار آب شده رفته تو زمین. انگار اصلا از اولش هم اینجا نبوده. نگهبان که میاد سر کار میبینه نه، خبری از شاهین تو لابی نیست. اتاقش هم تحویل نداده. در اتاق اصلیش هم هنوز بسته است. اون نگرانی کوچولوی اولیش یواش یواش داره تبدیل به یه ترس واقعی و عمیق میشه. نگهبان دیگه دلشوره گرفته. بدترین فکر میاد تو سرش. برای همین تصمیم میگیره کاری رو بکنه که همیشه ازش فرار میکرد. میره سراغ همونجا، اتاق شماره 5. با قدم‌های سنگین و آروم خودشو به در میرسونه. دستش میلرزه. دستگیره رو میچرخونه و در با یه صدای قژقژ وحشتناک باز میشه. اول که نگاه میکنه، اتاق کاملا خالیه. یه سکوت مرگبار و وهم‌انگیز همه جا رو گرفته. البته گفتم خالی؟ نه. دقیقاً نه. تقریباً خالی. چون یه چیز کوچیک تو اتاق جا مونده بود. یه چیزی که راز سرنوشت شاهین رو فاش می‌کرد. روی میز یه نامه پیدا می‌کنه. نامه‌ای که حقیقت تلخ و وحشتناک رو داد میزنه. توش نوشته هر کس وارد اتاق شماره 5 بشه دیگه هیچ وقت نمیتونه بیرون بیاد. این یه راز قدیمیه که هیچ کس ازش زنده بیرون نرفته. نگهبان با خوندن همین چند کلمه همه چیز دستش میاد، دیگه شکی نداره. شاهینم دقیقاً به همون سرنوشت شومی دچار شده که تو افسانه ها شنیده بود. اون شده بود قربانی جدید اتاق شماره 5